به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جلسه 20 از فیلم مومی 1 رو در خدمتتون هستیم. در این فصل می‌خوایم در مورد خواص اتم و پیوندهای یونی صحبت کنیم که فصل‌های بعدی میره سراغ پیوندهای کوالنسی و به همین ترتیب. فصل 7 کتاب مورتیمر جون هست که 3 مطلب مهم رو اینجا اول توضیح میده. یکی اندازه اتم ها یا همون شعاع اتمی، دیگری انرژی یونس هست و مورد سوم هم که انرژی الکترون خواهی هست. این 3 مورد رو ما انشاءالله توضیح میدیم خدمتتون، کامل بحثش رو میکنیم و بعد میریم سراغ حل تمرین هایی که به این 3 تا موضوع نیاز دارن برای حل کردنش. ابتدا در مورد اندازه اتم ها یا شعاع صحبت میکنیم. معمولا اطلاعات کافی در مورد شعاع اتم ها رو شما دارید، اما اون 2 مورد بعدی که انرژی یونس و انرژی الکترون خواهی هست، خب اطلاعاتتون یکم کمتر هست، اما خب ما هر 3 مورد رو به طور کامل توضیح میدیم خدمتتون. اندازه اتم یا همون شعاع اتم ها، اول برای اندازه گیریشون ما میگیم چیکار میکنیم و بعد میبینیم که روند این شعاع توی جدول تناوبی به چه صورت هست. خب برای اندازه گیری شعاع ها به این صورت عمل میکنیم که حالا من اینجوری براتون نوشتم که تعیین اندازه اتم کار آسانی نیست. نظریه موجی پیش بینی می‌کند که بعد از ناحیه‌ای با چگالی بالا، ابر الکترونی یک اتم به تدریج رقیق می‌شود و در بی‌نهایت به پایان می‌رسد. بنابراین ما نمیتونیم یک اتم واحد رو جدا کنیم و شعاعش رو بیایم اندازه‌گیری کنیم. درسته؟ پس همونطور که می‌دونید طبق نظریه‌ای که حالا ما دیگه پذیرفتیم به عنوان اتم، هسته در مرکز قرار داره و یه ابر الکترونی اطراف قرار داره. این ابر الکترونی یه جایی چگالیش بالاست و ما میتونیم بگیم که الکترون اینجا حرکت میکنه، اما چگالی این قسمت بالاست. ابر الکترونی رفته رفته کم میشه. اینجوری نیست که یه مداری داشته باشیم دقیقاً توی همون مدار دیگه ابر الکترونی تمام بشه، یعنی الکترون فقط روی یک مدار مشخص بچرخه. درسته ما تقسیم بندی کردیم مدارها رو به مدار 1، مدار 2 به همین صورت، اما دقیقاً الکترون همیشه و 100% روی اون مدار باشه اینجوری نیست. احتمال حضورش روی اون مدار زیادتره. درسته؟ پس چون ما مدار مشخصی در فاصله معینی نمیتونیم برای یک اتم در نظر بگیریم، پس ما نمیتونیم یه اتم به طور خنثی یا به طور خودش تکی رو بگیریم و شعاعش رو اندازه گیری کنیم. خب برای این کار پس چی میکنیم؟ این شکلی است که من حالا در موردش توضیح دادم خدمتتون. این هسته است، این مداره. درسته احتمال حرکت الکترون روی این مدار مثلا n برابر با 1 خیلی زیاده، اما این مداره به همینجا محدود نمیشه، آروم آروم کم میشه. پس من نمیتونم بگم کجا مدار من تموم میشه یا شعاع اتم من کجاست که بتونم هسته تا اون مدار رو اندازه بگیرم و این بگم این شعاع اتم منه. درسته؟ پس باید چیکار کنم؟ بیام از مولکولای 2 اتمی استفاده کنم و شعاعشون اندازه بگیرم. خب من اونایی که نوشتم اینجا و مطالب رو میخونم که اگه حالا نتونستید شما بخونید با دستخط من حالا متوجه بشید. اما اندازه‌گیری فاصله بین هسته‌های 2 اتم متصل به هم به چند روش امکان پذیره. پس من اگه بخوام هسته‌ها رو اندازه بگیرم این دیگه خیلی کار آسونیه، چون که اولا هسته یک جسم متمرکزه، چون تعداد پروتون و نوترون اون وجود داره، پس سختیش نسبت به ابر الکترونی خیلی بیشتره. درسته؟ جایگاهش هم مشخص تره، بنابراین من فاصله بین 2 هسته رو خیلی راحت‌تر میتونم اندازه بگیرم. شعاع اتمی را از طول پیوند میتوان به دست آورد. پس شما میتونید یه هسته تا یه هسته دیگه در یک مولکول 2 اتمی رو اندازه بگیرید، به این بگید طول پیوند. درسته که الان یه مقداری از اینا توی هم فرو رفتن و شاید این طول پیوند کوتاه‌تر از طول پیوندی باشه که دقیقاً برای این دوتا در نظر میگیریم، اما اگه حالا یادتون باشه در دوره متوسطی که خوندیم ما میگفتیم چندین مثلا شعاع داریم، که شعاع کوالنسی داریم، که شعاع واندروالسی. حالا ما وارد موضوعاتش نمیشیم. معمول ترین شعاعی که برای ترکیبات در نظر میگیرم همون شعاع کوالنسی هست که ما حالا در موردش توضیح میدیم خدمتتون. پس این هسته تا این هسته رو اندازه گیری میکنن، حالا با واسطه دستگاه‌های خاصی بهش میگن طول پیوند. مثلا طول پیوند ClCl در مولکول Cl2 برابر با 198 پیکومتر است. درسته؟ نصف این مقدار که 99 هست رو برابر با شعاع اتمی کلور فرض میکنن. پس این طول پیوند رو اندازه میگیرن، تقسیم بر 2 میکنن، شعاع اتم کلور به دست میاد.
از سوی دیگر با کم کردن شعاع اتمی کلور که همون 99 پیکومتره از طول پیوند CCl که 176 پیکومتره، میشه شعاع اتمی کربن رو هم به همین روش به دست آورد. مثلا یه پیوند CCl رو میگه در نظر بگیر، شما کلور رو اینجا به دست آوردید اما اینجا CCl رو به دست آوردید. دیگه این من نمیتونم مثل بالا عمل کنم بگم کلور و مثلا فاصله هسته کلور و هسته کربن رو با هم در نظر میگیرم و بعد تقسیم بر 2 کنم برای هر کدوم شعاعش به دست بیاد. خب این کار اشتباهیه، چون این دو تا اتم دقیقاً شبیه به هم بودن، این کارو میتونستیم انجام بدیم. اما برای این دو تا اتم که شبیه به هم نیستن، خب یکیش حتما بزرگتر از دیگریه، بنابراین من نمیتونم این کارو انجام بدم که تقسیم بر 2 کنم. پس میام به عنوان مثال کلور رو از اینجا در میارم، طول پیوند اینجا رو هم که حالا مثلا داده 176، این 99 که من به دست آوردم برای شعاع کلور از این 176 کم میکنم، بعد اون که باقی میمونه میشه شعاع کربن. درسته؟ پس تو اتم هایی که یکسانن میتونم طول پیوند تقسیم بر 2 کنم، اما اونایی که متفاوت هستن حتما باید یکیش از جای دیگه به دست آورده باشم که بتونم شعاع اون یکی رو به دست بیارم. اندازه مؤثر یک اتم ممکن است از پیوندی به پیوند دیگر هنگام متصل شدن آن اتم به اتم‌های مختلف اندکی تغییر کنند، اما این تغییرات معمولاً کمتر از چند پیکومتر هستند. در نتیجه اطلاعات به دست آمده با این روش را برای مقایسه میتوان به کار گرفت. خب میگه ما میدونیم که مثلا کلور با کلور پیوند میده ممکنه مثلا یک کم تو رفتگی داشته باشه به عنوان مثال، اما اگه کلور با کربن مثلا پیوند بده تو رفتگیش بیشتر باشه. درسته؟ میگه ما اینا رو میدونیم که احتمال داره حالا شعاعی که اینجا کلور داره با شعاعی که اینجا داره متفاوت باشه یه مقدار، اما تو این تفاوت خیلی خیلی اندک است، در حدود چند پیکومتر ما ازش میگذریم و همین موارد رو به عنوان شعاع اتم در نظر میگیریم. خب 2 تا روند برای شعاع اتمی قابل ذکره دیگه. منظورم این که حالا برای گروه ها و برای دوره ها تو جدول تناوبی شعاع چه تغییری میکنه رو که خوندید، ما فقط داریم مرور میکنیم این قسمت رو. اول اینکه شعاع اتم عناصری در یک گروه از جدول تناوبی قرار دارن از بالا به پایین افزایش پیدا میکنه. پس اگه توی یک گروه باشن از بالا به پایین شعاع زیاد میشه. وقتی از یک اتم به اتم پایینتر گروه میرویم، لایه الکترونی دیگری به اتم اضافه میشود که افزایش اندازه اتم را در پی دارد. پس من از بالای جدول که به پایین جدول میام در یک گروه از بالا به پایین شعاع زیاد میشه. دلیلش هم اینه که شما از یک خونه جدول که میاد خونه زیریش قرار میگیرید، یه لایه به شما اضافه میشه. چون یه لایه اضافه میشه پس شعاع شما افزایش پیدا میکنه. البته تعداد پروتون های هسته اتم نیز افزایش می‌یابد. افزایش بار هسته باعث افزایش اندازه اتم می‌شود، اما بار هسته به وسیله الکترون های بین هسته و الکترون های لایه بیرونی پوشیده شده است. به این ترتیب اندازه اتم عمدتاً با مقدار عدد کوانتومی اصلی یا n الکترون های بیرونی تعیین می‌شود. میگه درسته که ما از بالا به پایین میایم، داره هستمونم تعداد پروتون زیاد میشه، بنابراین شاید بگیم هسته قدرت زیادتر میشه، لایه‌های الکترونی رو بیشتر به سمت خودش میکشه و مانع از این میشه که شعاعتون افزایش پیدا کنه. میگه درسته این نکته هم هست، اما چون ما یه لایه کامل داره اضافه میشه، تفاوت شعاعی که اینجا برامون ایجاد میشه خیلی بیشتر از قدرت هسته است که این شعاع رو به سمت خودش بکشه. پس هر دو مورد وجود داره. شما وقتی که از یک اتم به اتم دیگه میری حتما تعداد پروتون هاتون تغییر میکنه، درسته؟ اما شما وقتی توی گروه این کار رو انجام میدید یک لایه هم داره اضافه میشه، پس اون لایه شعاع رو افزایش میده. پس این قدرت هسته رو نمیتونه داشته باشه که بتونه اون لایه رو به سمت خودش زیاد بکشه و شعاع رو کاهش بده. پس از بالا به پایین توی یک گروه ما میتونیم بگیم که شعاع افزایش پیدا میکنه. خب برای حالا طریق تناوب چطور میتونیم بگیم؟ شعاع اتمی عناصر نمونه در یک تناوب از چپ به راست کم میشود. درسته؟ هنگامی که از یک اتم به اتم بعدی میرویم، یک الکترون به همان لایه افزوده میشود و یک پروتون نیز به هسته اضافه میشود. افزایش بار هسته بیشتر از دافعه الکترون در همان لایه است. در نتیجه شعاع اتمی کاهش می‌یابد. خب من زمانی که در یک تناوب میخوام شعاع رو بررسی کنم، از چپ به راست که میرم، دیگه لایه‌ای به من اضافه نمیشه مثل گروه، بلکه همون لایه میمونه، فقط یه الکترون به اون لایه اضافه میشه. حالا ما فرضمون اینه که وقتی اون یه الکترون اضافه میشه، چون تعداد الکترون هامون تو اون لایه زیادتر میشه، دافعه به وجود میاد، بنابراین امکان داره شعاعمون افزایش پیدا میکنه. اما اینجا بیان میکنیم که ما افزایش بار مؤثر هسته هم داریم
یعنی درسته یه الکترون اضافه میشه اما یه پروتون هم اضافه میشه. بنابراین چون لایه‌ای توی تناوب اضافه نمیشه و همون لایه است، پس هسته این قدرت رو داره که لایه ها رو به سمت خودش بکشه و اینجا قدرت هسته میره بالاتر از لایه ها. درسته؟ پس نگاه کنید توی یه گروه شما چون لایه رو اضافه میکردید، هسته قدرت اینو نداشت که بگه مثلا شعاع رو کم کنه. درسته؟ پس در یه گروه از بالا به پایین با افزایش شعاع مواجه میشدید. اما توی یه دوره ما لایه‌ای رو اضافه نمی‌کنیم، تعداد لایه‌های ما ثابته. درسته؟ پس هسته این قدرت رو داره که لایه‌ها رو به سمت خودش بکشه و شعاع اتمی کاهش پیدا کنه. خب اینجا که به طور خلاصه براتون نوشتم که با افزایش شعاع و کاهش شعاع به این صورت مواجه هستیم. خب بریم سراغ عناصر واسطه. این مواردی که من عنوان کردم خدمتتون بر عناصر اصلی بود که معمولا این بررسی رو قبلا توی حالا سطح متوسطه انجام داده بودید. اما برای عناصر واسطه تقریبا میتونیم بگیم که چیزی در این مورد نخوندید که اصلا تو عناصر واسطه شعاع زیاد میشه، شعاع کم میشه. وقتی که ما توی یه تناوب بخوام بررسی بکنیم عناصر واسطه شعاعشون چطور تغییر میکنه، ما اینجا توضیح میدیم براتون. عناصر واسطه و عناصر واسطه داخلی خب فرقی نمیکنه، یعنی همین عناصری که در درون جدول هستن هم عناصری که بیرون جدول هستن، هر دو رو ما به این صورت بررسی میکنیم. تفاوت‌هایی با این الگوی کلی نشان میدهند. در عناصر واسطه الکترون‌های متمایز کننده اوربیتال‌های داخلی دی رو پر می‌کنند. میگه یعنی داخل عناصر واسطه شما نمیاد الکترون به لایه‌های دورتر اضافه کنید، الکترون به داخل که لایه دی هست داره اضافه میشه. اثر بار هسته بر الکترون‌های بیرونی که تعیین کننده اندازه اتم هستند به علت پوشش الکترون‌های داخلی کم میشه. خب میگه ما الکترون‌های بیرونی هیچ تغییری نمی‌کنه، نه لایه‌ای اضافه میشه چون ما توی تناوب داریم بررسی می‌کنیم، نه الکترونی به لایه‌های بیرون اضافه میشه که بگیم دافعی به وجود میاد. درسته؟ تنها الکترون‌هایی که اضافه میشه بین لایه بیرونی و هستن، یعنی توی زیر لایه دی اضافه میشن. خب ما چون الکترون تو زیر لایه دی اضافه میکنیم، همینطور که الان خوندم براتون، ما دیگه اثر هسته رو، اثری که هسته داره بر روی الکترون ها کم میکنیم، الکترون های بیرونی. درسته؟ چون هسته یه اثری داره که اینا رو میکشه سمت خودش. چون ما الکترون تو وسط داریم اضافه میکنیم، یه مانعی به وجود میاریم بین هسته و الکترون های بیرونی. پس هسته زیاد نمیتونه روی الکترون های بیرونی اثر زیادی داشته باشه. به این ترتیب در یک سری واسطه انباشت تدریجی الکترون ها در اوربیتال های داخلی دی ابتدا سبب کند شدن کاهش شعاع اتمی می شود، اما در اواخر سری هنگامی که لایه‌های فرعی دی تقریبا پر شدن باعث افزایش شعاع اتمی میشه. خب این قسمت رو دقت کنید، این قسمت منحنی دقیقاً این برای عنصرهای واسطه است. من این که کاری بهش نداره، این برای عنصرهای اصلیه. درسته؟ و اینم که عنصرهای اصلیه، کلا روند کاهشیه توی عنصرهای اصلی و بحثش هم کردیم. اما تو عنصرهای واسطه که این وسط قرار دارن، طبق توضیحی که دادیم خدمتتون، ابتدا داره به الکترون‌های دی اضافه میشه دیگه. مثلا اولین عنصر شما دی 1 میشه، بعد میشه دی 2 و به همین صورت. میگه تا زمانی که حالا الکترون‌های کمی داره اضافه میشه به لایه دی، خب هنوز اثر کاهشیش رو داره، کاهش شعاع رو، اما خب این اثر داره کم میشه. میبینید اینجا شیب زیاده، اینجا شیب داره کم میشه، پس اثر هسته بر روی الکترون های بیرون داره کم میشه. درسته؟ دیگه حدودای آخرش که میرسه و این الکترون های دی داره کاملا پر میشه، اصلا یه مانعی واقعا به وجود میاره بین اثر هسته و الکترون های بیرونی، پس باعث میشه اصلا ما با افزایش شعاع مواجه بشیم. درسته؟ تا زمانی که این لایه دی کاملا پر بشه و ما برسیم دوباره به لایه اصلی. دیگه لایه اصلی دوباره الکترون میره به مثلا اوربیتال پی اضافه میشه که یه اوربیتال بیرونیه و حالت عادی خودش رو داره. درسته؟ پس برای عناصر واسطه میتونیم بگیم روند به این صورته، کاهشی افزایشی. درسته؟ کاهشیش هم که وجود داره خیلی شیبش کمتر از این حالتیه که ما برای عناصر اصلی در نظر میگیریم. خب حالا یه مثال ساده هم دادیم برای طول پیوند. طول پیوندهای زیر داده شده، NCl رو داده این خط پیکومتر، ClF، FF. حالا گفته بر اساس این داده شعاع اتمی نیتروژن رو به دست بیارید.
خب شما اولین کاری که میکنید باید از اونی که شبیه به هم هستن میتونید جلوی شعاعشو به دست بیارید. مثلا FF رو اگه طول پیوندش رو تقسیم بر 2 بکنید پس میشه شعاع F. خب شعاع F رو از این کلور کم میکنید، از طول پیوند کلور F، بنابراین چی به دست میاد؟ مقدار شعاع کلورتون به دست میاد. از شعاع کلورتون هم میایید و اگه شعاع کلور رو از این 174 که مال پیوند NCl هست کم بکنید، شعاع N تون خیلی راحت به دست میاد. سوال خیلی ساده ای بود که ما یه نمونهش رو براتون حل کردیم. خب در مورد شعاع دیگه به اندازه کافی توضیح دادیم. حالا کتابتون هم هست، البته ما توضیحات رو کامل داریم در این مورد. در مورد انرژی یونش که بحث دوممون بود اینجا صحبت کنیم. انرژی یونش منظور چیه؟ انرژی لازم برای جدا کردن سست‌ترین الکترون متصل به اتم منفرد در حالت پایه‌ای آن را انرژی یونش اول مینامند. خب زمانی که اتم خنثی وجود داشته باشه در حالت گازی، اینایی که میگم خیلی مهمن. اولا اینکه اتم خنثی باشه، دوما اینکه حالتش حتما گازی باشه. مثلا اگه جامد بود حتما باید به حالت گازی در بیاد و این اتفاق براش بیفته. پس یه اتم خنثی گازی وقتی که یه دونه الکترون ازش کنده میشه تبدیل میشه به یه ایون یه بار مثبت، درسته؟ پس میشه یه ایون یه بار مثبت در حالت گازی به اضافه الکترون، درسته؟ به این حالت میگن انرژی یونش، درسته؟ پس انرژی که یک اتم خنثی میگیره تا یه الکترونش رو از دست بده و به یک ایون گازی تبدیل بشه بهش میگن چی؟ انرژی یونش، درسته؟ چون فرآیند یونش متضمن جذب انرژی است، پس علامت انرژی یونش همواره مثبته. پس انرژی یونش رو حواستون باشه، الکی که این الکترون از دست نمیده، ما باید بهش انرژی بدیم که این الکترونش رو بگیریم ازش، درسته؟ پس همواره انرژی یونش مثبته. مثلا انرژی یونش اول سدیم رو میتونم به صورت زیر نوشت. مثلا بخوایم یه دونه الکترون از سدیم جدا کنیم، یعنی سدیم گازی رو تبدیل کنیم به Na مثبت گازی به اضافه یه الکترون، دلتا H اینجا نمیشم یک ST آیون انرژی، یعنی فرست، درسته؟ معمولا اینجوری نشون میدن چون تو کتابتونم به این حالت بود، من همین حالت رو بردم از. یعنی اولین انرژی یونشش فرست آیون انرژی یک ST، حالا به جای فرست میشن که مساوی 496 کیلوژول هست، درسته؟ انرژی یونش برای هر یک از الکترون ها بر حسب الکترون ولت بیان میشه الکترون ولت به روی اتم، یا بر حسب کیلوژول بر مول برای هر یک مول الکترون بیان میشه، درسته؟ خب واحداش هم بلد باشید. فقط این نکته رو دقت کنید، این تو ذهنتون به وجود نیاد که سدیم که خودش دوست داره یه الکترون از دست بده، پس چرا ما باید به زور ازش بگیریم؟ این حالت گازی عادیشه، یعنی اینکه سدیم در حالت گازی بخواد این کار انجام بده. اون زمانی که سدیم دوست داره الکترون از دست بده، یک گیرنده هم وجود داره براش، مثلا کلور وجود داره که به یک الکترون نیاز داره و اینم در کنارش هست، پس این راحت الکترونش رو از دست میده، درسته؟ اما ما این حالتی که داریم ازش الکترون میگیریم در حالت خنثی است و هیچ چیزی اطرافش نیست، پس ما مجبورش میکنیم یه دونه الکترونش رو بگیریم ازش. پس برای این حالت به انرژی نیاز داریم که ازش الکترون بگیریم. چون معمولا من این بحث رو که انجام میدم بچه‌ها میگن خب سدیم که خودش دوست داره یه دونه الکترون از دست بده. آره در شرایطی که براش شرایط مهیا باشه میتونه این کار رو انجام بده، نه اینکه حالا به صورت گازی و خنثی بخواد یه الکترونش رو از دست بده. پس کلا انرژی های یونش علامتشون چیه؟ مثبت، دلتا اچشون مثبته، چون که باید گرماگیر باشن و انرژی بگیرن که یه الکترون خودشون رو از دست بدن. خب به طور کلی انرژی یونش در یک تناوب از چپ به راست افزایش پیدا میکنه. خب من اگه بخوام توی تناوب بررسی کنم و توی گروه هم حالا بعدش میگم خدمتتون، توی تناوب بخوام بررسی کنم، انرژی یونش در یک تناوب از چپ به راست افزایش پیدا میکنه. با کوچکتر شدن اتم ها و افزایش بار مؤثر هسته، انرژی یونش افزایش پیدا میکنه و جدا کردن الکترون بیش از حد دشوار میشه. میتونم بگم انرژی یونش عکس شعاع عمل میکنه. شما چون گفتیم از چپ به راست شعاعتون داره کم میشه، یعنی شعاع کوچیک‌تر میشه، بار مؤثر هسته زیادتر شده، درسته؟ خب من جدا کردن یه الکترون برام سخت‌تر میشه هرچه شعاع کوچیک‌تر باشه، چون تسلط هسته روش زیادتره. بنابراین من بخوام یه دونه الکترون از لایه آخرش بکنم خب خیلی سخت‌تر میشه. بنابراین من از چپ به راست با افزایش انرژی یونش هم
روبرو هستم، دقیقاً عکس شعاع عمل میکنه. مورد دوم در مورد گروه میخوایم صحبت کنیم. به طور کلی انرژی یونش در یک گروه از عناصر از بالا به پایین کاهش پیدا میکنه. خب وقتی در یک گروه از بالا به پایین از اتمی به اتم دیگر میرویم، اتم بزرگتر میشه و الکترون از لایه‌های بالاتر و راحت‌تر جدا میشه. پس جدا شدن الکترون آسان‌تر میشود و انرژی یونش کاهش پیدا میکنه. همونطوری که گفتم دقیقاً عکس شعاع عمل میکنه. حالا از بالا به پایین توی گروه چون شعاع زیاد میشه، بنابراین باعث میشه که الکترون راحت‌تر بیاد بیرون. پس من انرژی کمتری صرف میکنم تا بتونم اون یه الکترون رو جدا کنم. پس با کاهش انرژی یونش همراه هستم. درسته؟ پس انرژی یونش میتونیم بگیم خیلی راحت با شعاع رابطه عکس داره. افزایش انرژی یونش عناصر واسطه در یک تناوب به اندازه عناصر نمونه نیست. انرژی یونش عناصر واسطه داخلی تقریبا ثابت است. در این سری ها آخرین الکترون اضافه شده به اتم به لایه‌های درونی می رود. افزایش تعداد الکترون های پوششی بیانگر اثر مشاهده شده است. پس میگه این روندی که ما الان توضیح دادیم کلا برای عناصر اصلی بود، برای عناصر واسطه برای انرژی یونش تقریبا میتونیم بگیم روند خاصی وجود نداره و براش دقیقا در حد یکسانی ما انرژی یونش رو برای عناصر واسطه داریم. اتم فلزات میل به از دست دادن الکترون در واکنش‌های شیمیایی در تشکیل یون مثبت دارند. اتم نافلزات چنین رفتاری نمی‌کنند. در نتیجه فلزات عناصری با انرژی یونش نسبتاً پایین هستند و نافلزات نیز عناصری با انرژی یونش بالا به شمار می‌روند. درسته؟ خب ما گفتیم فلزات دوست دارن الکترون از دست بدن، اما خب باز ما باید انرژی بهش بدیم تا الکترونش رو بگیریم. اما نسبت به نافلزات خب انرژی یونش خیلی پایین‌تره، چون بالاخره خودشون هم تمایل دارن الکترونشون رو از دست بدن. پس فلزات همیشه نسبت به نافلزات انرژی یونش پایین‌تری دارند. خب حالا روند رو من میخوام بهتون نمودار بکشم، مثل نموداری که برای مثلا شعاع اتمی داریم، اینجا هم یه نمودار برای انرژی یونش داشته باشیم. گازهای نظیر، حالا که من نام بردم اینجا براتون، هلیوم، نئون، آرگون و بقیه‌اش، همه دارای آرایش الکترونی NS2 NP6 در لایه خارجی هستند. ببینید هلیوم که آرایش حالا 1s2 داره، می‌خوایم بگیم که همشون لایه آخرشون کاملا پر هست. عناصر بریلیوم، منیزیم در گروه دوم، حالا کد گروه دوم رو میگه، هر یک دارای یک لایه فرعی پر شدن. در بیرون ترین لایه‌شون لایه‌شون پر شده. درسته؟ مثلا گروه اول رو در نظر بگیرید، درسته اس آخرین لایه‌شه، درسته؟ آخرین زیر لایه‌شه، اما اسش فقط یه دونه الکترون داره. اما گروه دو رو اگه در نظر بگیرید، همشون لایه‌شون اس هست اما اسشون کاملا پر هست. خب گروه 13 که شامل نیتروژن، فسفر، آرسنیک و بقیه موارد هستن هم اینا هم دارای یک لایه فرعی نیمه پر هستن. اگه دقت کنید ما توی لایه 15 هم داریم NS2 NP3. خب اگه یادتون باشه گفتیم لایه های پر و لایه های نیمه پر پایدار هستن. الان پی شما اگه کلا 6 الکترون جا داره، الان اگه 3 الکترون داشته باشین یعنی داخل هر خونه یه دونه الکترون هست، پس حالت نیمه پر و پایدار داره. پس اینا هم حالتشون میتونیم بگیم پایداره. این سه موردی که نام بردم به چه دلیل بود؟ میخوایم بگیم که توی گروه هایی که ما داریم عنوان میکنیم اینا تقریبا میتونیم بگیم پایدارتر از بقیه عنصرهای حالا یه دوره هستن. درسته؟ گازهای نجیب که کاملا پره، گروه دوم که لایه‌شون اون زیر لایه‌ای که دارن کامل پر هست و گروه 13 که یک نیمه پر دارن. بقیهش نه دیگه، در حال پر شدن هستن. پس بقیهش دیگه زیر لایه پر یا نیمه پری ندارن که ما بخوایم در موردش حالا بحث کنیم. انرژی یونش هر یک از این عناصر به ویژه گازهای نجیب بالاتر از انرژی یونش عنصر بعد از آن در جدول تناوبی است. در نتیجه این سه آرایش الکترون را میتوان نسبتاً پایدار به حساب آورد، زیرا جدا کردن الکترون از آنها دشوار است. در هر مورد کندن الکترون از اتم مربوط به عنصر بعدی آسان تر است. پس ما گفتیم اگه توی یک تناوب بخوایم بررسی کنیم، ما انرژی یونش به چه صورت تغییر میکرد؟ ما میگفتیم انرژی یونش رفته رفته زیاد میشه، چون ما از فلزات داریم میریم به سمت نافلزات. درسته؟ توی اسلاید قبلی چون نشون دادیم که انرژی یونش در یک دوره داره حالا افزایش پیدا میکنه.
میگه آره روندش افزایشیه، اما یه جاهایی از این خطه میزنه بیرون و حتی انرژی یونش از بعدی هم بیشتر میشه. این سه تا مورد هست. یکی گروه 2 هست که گروه 2 حتی از گروه 13 که بعدش قرار داره بالاتر هست انرژی یونش، به دلیل همین پایداری که گفتیم خدمتتون. یکیش گروه 15 هست، بازم به دلیل همین پایداری که گفتیم خدمتتون توی لایه‌های فرعی پیش نیمه پر هست. حتی از 16 هم که بعدش قرار داره و ما روند و افزایشی حالا تشخیص دادیم بالاتره. و یکی دیگه هم همون 18 هست که این هم نسبت به همه اونها روندش بالاتره و از خط زده بیرون. پس این سه تا نکته رو دقت کنید، روند همون روند افزایشیه، اما این سه تا از بقیه موارد حتی پایدارتر هم هستند. مثل که اینجا من اشتباه گروه نوشتم، پس تناوبش کنید. تناوب در یک تناوب هست دیگه، 1 2 تا گروه 18. خب دومین انرژی یونش رو هم بگیم، چون اونجا اولین انرژی یونش رو گفتیم. خب دومین انرژی یونش به چی میگن؟ وقتی که همون یک من اتم بار مثبت داشته باشم، یعنی یه دونه الکترون رو جدا کرده باشم، مجبور کنم یه دونه الکترون دیگه ازش جدا بشه، میشه انرژی دومین انرژی یونش. خب پس من مثل اینکه انای مثبت رو من دارم، مجبورش میکنم یه دونه الکترون دیگه از دست بده، میشه انای دوبار مثبت. دلتا اچش میشه سکند آیون انرژی، درسته؟ 2 nd سکند آیون انرژی که خیلی بیشتر از انرژی اولین انرژی یونش هست. اینجا به عنوان مثال 4563 کیلوجول هست، چون انرژی دارای یونش بالاتر از سومین انرژی برای تمام عناصر بسیار بالاست. یون‌های دارای بار بزرگتر از مثبت 3 به ندرت در شرایط معمولی به وجود میان. پس اینجا رو دقت کنید، ما دومین انرژی یونش رو داریم، سومین انرژی یونش هم داریم، اما دیگه بالاتر خب خیلی انرژی زیادی لازم داره، بنابراین ما واقعا نمیتونیم انرژی یونش بالاتری رو مورد بررسی قرار بدیم. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد چرا این کار انجام میدن؟ برای پیدا کردن ساختار و لایه و زیرلایه خیلی به انرژی یونش نیاز دارن. حالا مثلا یه جاهایی گپ انرژی داریم، حالا ما نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم، مثلا 2 تا الکترون که جدا میکنن، 2 تا الکترونش در یه حد به عنوان مثال انرژی مصرف میکنن برای جدا کردنش، بعد مثلا میخوان سومی رو جدا کنن، یه گپ انرژی میاد بالا، بعد اینجور توجیهش میکنن برای خودشون، میگن خب حتما این 2 تا الکترون با هم توی یه لایه قرار داشته، الان الکترون بعدی حتما رفته یه لایه دیگه، ما داریم ازش الکترون میگیریم. به خاطر همین گپ انرژی متوجه میشن که چند لایه الکترونی وجود داره. پس این انرژی یونش خیلی مورد نیازه، اما ما فقط اینجا داریم تعریفش رو برای شما انجام میدیم، چون حالا کاربردش رو نمیگیم خدمتتون. تو کتابتون در همین حد ازتون خواسته، اما گفتم یه راهنمایی بکنم که متوجه بشید این انرژی یونش به چه دلیله. پس میخوان تعداد به عنوان مثال مدارهایی که اطراف یه اتم هست رو به دست بیارن، چگونگی قرار گرفتن الکترون ها، خیلی این انرژی یونش به دردشون میخورده. خب پس الان اینجوری توضیح میدیم که انرژی کلا یونش من باید گرما بهش بدم یا انرژی مصرف کنم تا انرژی یونش انجام بشه یا یونش انجام بشه. اولین انرژی یونش رو ما گفتیم، بعد دومین انرژی یونش گفتیم، تا سومی تقریبا وجود داره، بعدش دیگه خیلی انرژی لازم داره و ما اگه مجبور باشیم بقیه رو انجام میدیم، درسته؟ خب فقط بدونید که انرژی اولین یونش حالتیه که از حالت خنثی ما به یون تبدیل بشن و انرژی دوم از حالت یه بار مثبت به دو بار مثبت تبدیل بشن. خب در مورد انرژی یونش هم کامل توضیح دادیم، میمونه انرژی الکترون خواهی و بقیه موارد این فصل که انشالله توی جلسات بعد توضیح میدیم خدمتتون. موفق و مؤید باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدارتون.